خواهران بانوان زیبا برادران عزیز و گرامی قدری ما که اینجا شما نشستید، من میخوام اولین درجه شما رو با عید گذشته مادران و خواهران و بانوان تبریک گویم و بعدا باز میخوام شما رو برای آمدی عید بهار تبریک گویم و خواهان آن باشم که در زندگی دائم شخصان خوشبخت باشه و انا همین خیل دائم چهرهتون شکوفان باشد و دائم انا همین خیل تبسم نمایید. امید. من برای شما دو تا خبری خوب دارم. ای کدامش سر کنم؟ یکم خبر خوب همین که انا همین تمام شخصانی که این حال امروز در اینجا شیشتگی هستن، همه شما از 177,000 آدمی روی دنیا دیده خوشبخت‌ترید. برای چی 177,000؟ برای آن که این صبح 177,000 مردمی روی عالم دیگر چشمانشان رو باز نکردن. اما ما و شما شخصانی هستیم که امروز چشمانمون رو باز کردیم. از این هوای صاف و بی‌غباری که خداوند برای ما و شما داده است نفس میکشیم. دوم خبر خوش من انا همین است که امروز ما خوشبخت‌ترین شخصانی هستیم که در اطراف چنین شخصان موفق خود رو جمع کرده ایم و با آنها صحبت میکنیم و خود را نیز و مثل انا همین شخصان موفق میگردانیم. احسن با شما، خرسک با شما. میدونید یک جوان یک روز به نزد استادش میگوید و میگوید ای فیلسوفی بزرگ، برای من یک تا سیر اساسی موفقیت رو بگوید که انا همین کار رو که من کنم تمام موفق شوم. بعدا این استادش به نهایت شخصیتی زندگی دیده است و با اون میگوید فردا به نزد بحری ساحلی نزد خانه بیا و به سوال جواب میگردونی. این جوان راضی میشود و فردا به نزد ساحلی نزد خانهشون میبیاید و استاد میبیاید و میگوید که تیار شو. این جوان را از سرش گرفته در درون آب میاندازد و یک چند لحظه میایستد، میبیند که جوان کمتر بی‌طاقتی کرده ایستاده است و بعدا از درون آب سرش رو میگیرد. میگوید و تو چی نمیرسی؟ چی احساسات داشتی در درون آب؟ بعدا این جوان میگوید که باور کنید در درون آب با من هوا نمیرسید. من به نهایت زیاد میخواستم که نفس کشم اما نبودن همون چیز. بعد این استادش تبسم کرده میگوید بله درست، تو به سوال خودت جواب گردوندی. اگر هر یکی شما، هر یک شخصیتی که در این زال شیشته است خواهید که در زندگی موفق شوید، شما باید که موفق شدن رو به مثل هوا بخواهید، به مثل نفس کشیدن بخواهید. اگر ما و شما این خیلی موفق شدن نخواهیم، موفقیت رو از زیرتون براریم. آن چیزی که در زندگی شما به سرتون میآید این با شما نمیبیاید، این برای شما میبیاید. То, что происходит в вашей жизни, это происходит не с вами, а для вас. برای بهتر و خوبتر شدن شما، برای بقوت شدن شما، برای موفق و ثروتمندی رو قبول کردن شما به سرتون میبیاید. ما و شما باید که تیار باشیم. ما و شما میخواهیم که موفق باشیم، ثروتمند باشیم. ما و شما باید که تیار باشیم. خداوند ما و شما رو از آتش میگذراند تا اینکه عسل رو به دست بیاریم. هیچگاه این رو فراموش نکنید. زندگی این انتخاب است. Жизнь – это выбор. Вы победили за борьбу за жизнь. شما در محاربه زندگی کردن غالب شده اید. شما میخواستید که به دنیا بیایید.
موفقیت و ثروتمند شدن نیز این انتخاب است. کمبغل و نیودشت ماندن نیز این انتخاب است. چی چیز رو شما انتخاب میکنید؟ چی میکنید؟ مایکل جوردن رو کی میشناسد؟ کیست؟ از همه بسکتبالیستی چی؟ نامی در تمام روی دنیا. باری از او پرسیدن ای شخصیت بزرگ چی چیز تو را در زندگی اینقدر نامدار کرده است؟ چی سیر است؟ تو دانشی زیاد داری؟ تو زیاد با ورزش مشغول میشوی؟ تو زیاد امکانیت ها داری؟ چی چیز است؟ او گفت که نه. میدونید من خودم رو تعریف نمیکنم گفت. لیکن مرا از کمانده بسکتبالیستی مکتبمون سور کرده بودن. یگانه سری رسیدن به موفقیت من در این زندگی در آن است که با دقت باشید یک каш день требую от себя больше, чем кто-то другой ждет от меня. من هر روز از خود آنقدر زیاد طلب میکنم که دیگران از من آنچه را از شدت دارند انتظار هستند. بله مهم آن است که از دیگران بهتر و خوبتر باشیم. مهم آن است که ما و شما از دیروزه دیده امروز بهتر و خوبتر باشیم. یک تا قانونی بزرگ است. میگویند که تو 100% خودت رو بر من ده در عوض 110% گیر. اما تو اگر 99% خودت رو بر من دهی در عوض یگان چیز نمیگیری. این چی معنی دارد؟ یگانه سبب موفق نشدن ما در این بیزنس در آن است که ما و شما 100% خودمون رو در این بیزنس نمیدهیم. خیلی میشود اینجا موفق شدن. هست راهش. لیکن بعضی از ما و شما 10%، 20%، 50%، 70%، 99%. لیکن همه وقت در یاد دارید که اگر شما 99% هم خودتون در این بیزنسی شما رزولتاتی میخواستون نمیگیرید. شما باید که از دیروز دیده امروز بهتر و خوبتر باشید. 100% نه 200% از خودتون هر روز زیادتر طلب کنید. آن همان وقت موفقیت باز به سر شما میبیاید. مهم آن است که دیگران درباره شما چی میگویند. دیگران درباره شما چی فکر دارند. ای تو یک نیودشت هستی. ای از دست تو نمیبیاید. دیگران کردن تو را من گواهی نمیتونی. مهم نیست. مهم آن است که شما خودتون در شخصیت خودتون چی میگویید. مهم آن است که شما خودتون در خود چی خیلی باور دارید. آیا شخصیت خود چی خیلی فکر میکنید. یگانه دیواره که در راه رسیدن به موفقیت شما پیش راه شما را میگیرد این خود شما هستید. پس بیایید این دیوار رو میگیرید. عزیزان من میخوام برای شما یک چیزی مهم رو خاطر رسان شوم که 10 ثانیه که عین حال گذشته بود من دیگر هزارها مرتبه کوشش کنم اما گرداندن نمیتوانم. برای همین هر یک لحظه رو هر یک نفس رو قدر کنید، استفاده برید، یکدیگر رو دوست دارید، مهنت کنید، حرکت کنید. یک چیز رو در خاطر دارید که اگر ما و شما کمبغل باشیم ما به دیگران نه به شخصیت خودمون کمک کردن نمیتوانیم. لیکن اگر ما و شما ثروتمند باشیم ما هم خودمون رو هم زندگی دیگران رو رنگین و خوبتر کردن میتوانیم. شما یک بار ثروتمند شوید
اگر برای شما پسند نآمد باز میتوانید هم خدمت بدل برگردید. در آخر من میخوام برای شما یک تا شعرچه نویسم. همین شعرچه رو خوانم. شعرچه موتیواسیونی. بینید. میروی افدیدی برخیز راهی تو دشوار است مهنتی تو صبری تو آینده دار آثار است زندگی در دستی توست برخیز ای شخصی جسور مقصدی تو نامی تو پاینده دار در کار است من به تو باور که دارم ای موفق نامداران زنده باشید سربلند و نیکنام و بختیاران. سلامت باشید. من میخوام مثلا یکی از ماتیماتورون یکی از کلوچونی بهترینی پروژه فبرلی فورم یکی از شخصیتی که ما و شما بنهایت آن رو دوست می‌داریم و دائم در انتظار به صحنه برآمدنش هستیم. جوانی که هر یکی ما و شما رو میگیراند میخنداند و دائم خرسند میکند. به صحنه میخوانیم برادر عزیزمون رو عارف زاده مراد علی رو. مرحبا.